تلگرام کانال مگاپول سانت پتربورگ پیجر ویدیوی لحظه زن و زنی دو گروه جوانان زاده تاجیکستان در مرکز شهر سانت پتربورگ روسیه را نشر کرد. این زن و زنی در ساحل فانتانکا در نزد میدان سیمیونوفسکیا 15 ینوار ساعت 3:25 دقیقه رخ داده است. در ویدیو دیده می شود که اشتراک کنندگان زن و زنی چنان مست لایقیلند که یکیش در همین هوای سرد و پربرف پتربورگ تمام لباسش رو کشیده با یک مایک تاپوش گشت و گذار دارد. زن و زنی به آن انجام می‌یابد که یک نفر با ماشین سیاه شیشه قفویش شکسته با 62 نفر از طرف مقابل را پخش می‌کند. پلیس پتربورگ خبر داد که صبح شنبه 15 ینوار ساعت 3:25 دقیقه در ساحل فانتانکا در نزد بنای رقم 49 زن و زنی روی داده. در انجام آن یک راننده با ماشین هوندا سولیاریس یکی دیگر را پخش کرده سپس از جای حادثه فرار کرده است. دیگر اشتراکچیان زن و زنی نیز به سمت نامعلوم غیب زدند. بنا به اطلاع منابع نشریه فانتانکا بعد چند طبیبان از بیمارستان ماریینسکا به پلیس خبر دادند که دو شهروند 29 و 23 ساله از یکی از جمهوری‌های آسیای میانه را بستری کردند. یکی از آنها را که از سرش و بینیش جراحات برداشته بود بعد دارو کردن زخمی‌هایش جواب دادند، ولی جوان 23 ساله را که کاسه‌خانه سرش آسیب دیده مغز سرش جنبیده بود بستری کردند. فانتانکا خبر داد که این دو جوان هر دو از تاجیکستان بوده ماه ایون به پتربورگ آمدند و در کوچه گروخوای 55 زندگی داشتند ولی در یگان جا کار نمی‌کردند. بنا به اطلاع نشریه راننده‌ای که آنها را پخش کرد نیز هموطن خودشان بوده است. راننده که 20 سال دارد الکی ساعت 4:10 دقیقه در همان کوچه گروخوای 55 دستگیر کردند. باور می رود که محض او سوار هوندا سولیاریس بود و یک نفر را پخش کرد. کارمندان پلیس او را به شعبه آورده نسبتش با اتهام ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه پروتکل ترتیب دادند. این جوان در پتربورگ ثبت نام نداشته است و به احتمال غالب اکنون وی را به تاجیکستان اخراج خواهند کرد. البته اگر به زندان نیفتد. پلیس پتربورگ گفت مسئله گشودن پرونده جنایتی در رابطه با زن و زنی شبانه در ساحل فانتانکا در دست بررسی قرار دارد.